صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خداوند، ببخش که دانه خردل ایمان در قلبم بروید. آن را نمو بده تا در تمام وجودم ریشه بدواند و اعمال و نظریه های مرا در زندگی تحت تأثیر قرار دهد و ببخش که در ایمان خود با محبت و خوشی پایدار بمانم و نوری را که تو بر من تابانیده‌ای بر دیگران نیز بتابانم تا آنان نیز در فیض تو قرار گرفته و در ملکوت تو قرار بگیرند. تو را شکر می‌کنیم که توسط عیسی مسیح این ایمان را در ما به وجود آورده و ما را فرزندان خود می‌گردانی. پس مدد فرما که اکنون که توجه خود را معطوف به کلام سماویت می‌کنیم صاحب بینش و معرفت روحانی شویم تا شگفتی‌ها و اسرار الوهیت تو بر ما آشکار گردد. این دعا را به نام عیسی مسیح، مظهر و کلمه آشکار شده تو و منجی و شفیع و نجات دهنده ما عیسی مسیح زنده می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا. برنامه‌ای از صدای انجیل. در مطالعه کلام خدا انجیل مقدس توجه خود را به فصل 13 مبذول داشته و از آیه 18 تعلیمات و اوامر عیسی مسیح را در رابطه با ملکوت خدا و عالم معنویت و طریق حیات مورد مطالعه و تفکر و تعمق قرار می‌دهیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی نیم ساعت آینده را با شما خواهم بود و ضمن قرائت آیات شریف مختصر توضیح نیز جهت درک بهتر آیات تقدیم حضورتون می‌کنم. به این امید که شما حیات جاودان را بدانید و با قدم نهادن در طریق حق ابدیت را در حضور خدا به سر آورده و از نجات سماوی و فیض الهی بهره مند شوید. از آیه 18 عیسی مسیح ملکوت خدا را در مثالها برای ما بیان می کند. ملکوت خدا را به چیزهای مختلفی تشریح می کند. اول به دانه خردل و بعد به خمیرمایه و سپس درباره راه باریک و سختی که طالبان ملکوت باید آن را طی کنند تا به مقصود نهایی یعنی خدا برسند. آیه 18 و 19 اینطور می گوید. می فرماید پس گفت، یعنی عیسی مسیح گفت، ملکوت خدا چه چیز را میماند و آن را به کدام شی تشبیه نمایم؟ دانه خردلی را میماند که شخصی گرفته در باغ خود کاشت، پس رویید و درخت بزرگ گردید به حدی که مرغان هوا آمده در شاخه‌هایش آشیانه گرفتند. ملکوت خدا در کتاب مقدس به معنی جایی است که خداوند حکومت میکند و یا هر جایی که خدا حاضر است و اوامر او اجرا می شود، آنجا ملکوت خداست. اما در این آیه ملکوت خدا به معنی مسیحیت و یا سلطنت عیسی مسیح و یا اراده خدا در قلب ها می باشد و عیسی مسیح برای ایمانداران خود در اینجا درس بسیار مهمی رو میده.
در این زمان ایمانداران عیسی مسیح در واقع گروه بسیار قلیلی بودند. حالا مسیح به آنها قوت قلب میده و میگوید که اگرچه اکنون گروهی بسیار کوچک و قلیل هستید، اما ایامی خواهد رسید که بسیار بزرگ خواهید بود. دانه خردل یکی از کوچکترین دانه هاست، اما وقتی کاشته میشه گاهی به بزرگی یک درخت میرسه. مسیح میفرماید اگرچه مسیحیت در ابتدا خیلی کوچک و بی اهمیت بوده، مغازه پیوسته نمو کرده و بزرگ خواهد شد. و همینطور هم شد. در قرن اول همونطور که متوجه هستید مسیحیت بسیار کوچک بود. کدام یک از مورخین و فلاسفه غیر مسیحی گمان میکرد که مسیحیت بر امپراتوری عظیم روم غلبه یافته و عالمگیر خواهد شد؟ هیچ کدامشون. ولی این مثل پیشگویی بود راجع به آینده مسیحیت و امروزه می‌بینیم که این پیشگویی به طور خیلی عجیبی به حقیقت پیوسته، زیرا امروزه 1/3 افراد بشر خود را مسیحی می‌خوانند و این درخت هنوز رو به نمو است. همچنین میشه گفت که در اینجا خردل علامت ایمان است و باغ یا جایی که کاشته میشه به نشانی قلب ماست. وقتی که کلام خدا در قلب ما کاشته بشه، آن وقت رشد میکنه، ثمر میآوره. به عبارت دیگر وقتی ما کلام خدا را بپذیریم، قبول کنیم که این گفتار خداست و از آن نگهداری کنیم، پیروی کنیم، آن وقت دوستان عزیز به مرور زمان متوجه میشیم که گفتار خدا عملا در زندگیمون آشکار میشه و ما در راه خدا و زندگی مقبول پسند خدا پیش میرویم. ولی شرط اصلیش اینه که اول دانه خردل را در قلبمون بکاریم، یعنی کلام خدا را در قلبمون بکاریم و ایمان بیاوریم و از آن نگهداری کنیم، به قول معروف آبیاری کنیم دانه رو تا رشد کنه. در آیه 20 و 21 عیسی مسیح باز ملکوت خدا را اینطور تشبیه می‌کند. می‌فرماید ملکوت خدا خمیرمایه‌ای را می‌ماند که زنی گرفته در 3 پیمانه آرد پنهان ساخت تا همه را مخمر کرد. همانطور که مثل دانه خردل نمو ظاهری مسیحیت و همچنین باطنی شخص را پیشگویی می‌کند، این مثل در واقع رشد و نمو باطنی را بیان می‌نماید و در واقع ما را متوجه می‌کند که مسیحیت نه فقط بر حسب ظاهر بزرگ میشه، بلکه در افکار و زندگانی مردم نیز به طور عجیبی رسوخ کرده و آدمیان را به سوی خدمت، پاکی، قدوسیت و فروتنی و مهر خداوندی هدایت می‌کند. همونطوری که خمیرمایه آرام و بی سر و صدا و استوار کار می‌کند و همه خمیر را مخمر می‌سازد، به همین نحو نیز پیام مقدس عیسی مسیح در زندگی افراد و در جامعه آرام آرام کار میکنه و به کارش ادامه خواهد داد. یعنی همه چیز رو تغییر میده و چیزهای کنه رو تازه میکنه. معمولا خمیرمایه در کتاب مقدس کنایه از بدی می باشد، اما در اینجا به طور یقین منظور قوه نجات بخشی است که در قلب‌های بشر به وجود می آید، قوه‌ای که در مسیحیت وجود داره، قوه‌ای که از مسیح صادر شده، دارویی که شفای امراض دلهای مریض بشر می باشد. مقصود از این که میگوید تا تمام مخمر شد یا تبخیر گردید، این که مسیحیت بر تمام دنیا نفوذ خود را آشکار خواهد کرد. در واقع این گفتار نیز میشه بگیم که پیشگویی عیسی مسیح از فتح و ظفر مسیحیت در عالم صحبت میکنه و امروز ما شاهد هستیم که هر جا بشارت انجیل رفته و پیام مورد قبول مردم واقع شد، یعنی مردم اون رو قبول کردن، میزان اخلاق روحانی بشر نیز به مراتب توسعه یافته است. زیرا جنگ، بندگی، تعداد زوجات و بعضی مفاسد دیگر که 2000 سال قبل وجود داشته و مقبول عموم بود، امروز در نظر اغلب اهل عالم جزو مفاسد محسوب میشه. یعنی بر اثر بشارت انجیل زندگی بسیاری از ملت‌ها تغییر کرده و هنوز این تغییرات هم ادامه دارد. واقعیت اینه که هر جا انجیل مقدس رفته و هر جا انجیل مقدس میره، امید و آرامش را به زندگی بشر وارد کرده و میکند. چرا؟ چون انجیل یعنی مژده خوش، خبر خوش، مژده الهی است برای بندگان زخمی، مجروح، بندگان اسیر، بندگانی که در بند اهریمن هستند. و دوستان عزیز، برای همین است که ما میخواهیم پیام انجیل را به سمع شما برسانیم. ما میخواهیم همه شما هموطنان عزیز، همه شما که طالب صلح و آرامش هستید، طالب بخشش هستید، طالب محبت خدایید، طالب شفا هستید، کلام خدا را بدانید، دارو را بشناسید و بیایید از خداوند آن را بگیرید تا شفا پیدا کنید. زیرا انجیل مژده الهی است، فیض و رحمت خداست
محبت بی پایان او به بشر است و دوستان عزیز فقط در مسیحیت است که فیض وجود داره. نجات از فیض سرچشمه گرفته. میدونید فیض یعنی چه؟ یعنی چیزی که ما لیاقتشو نداریم ولی خدا به ما عطا کرده. رحم و مروت یعنی چه؟ یعنی چیزی که لیاقتمونه خدا به ما نمیده، ولی فیض یعنی چیزی که لیاقتشو نداریم به ما عطا میکنه. در عیسی مسیح اول رحم خدا را میبینیم و بعد فیض خدا را. در آیه 22 متوجه میشویم که عیسی مسیح به سوی شهر اورشلیم روان بود تا در آنجا کشته بشه. او میدانست برای چه به اورشلیم میره. بارها پیشگویی کرد که من به شهر اورشلیم میرم تا مصلوب بشم، کشته بشم، بمیرم، ولی در روز سیوم از مردگان قیام خواهم کرد. در بین راه به هر شهری یا دهی میرسید، در آنجا مدتی توقف میکرد و البته علتش هم آشکاره. او میخواست بشارت ملکوت خدا را به سمع مردم برسونه، پیام انجیل رو به مردم بگه و مریضان را شفا بده و دردمندان را تسلی بده و در واقع عملاً به آنها زندگی مقبول پسند خدا را آشکارا نشون بده. به آیات 23 الی 30 گوش بدهید. میفرماید در شهرها و دهات گشته تعلیم میداد و به سوی اورشلیم سفر میکرد. در این اثنا شخصی به وی گفت ای خداوند، آیا کم هستند که نجات یابند؟ یا آیا فقط عده‌ای که خیلی کمی هستند که نجات پیدا میکنند؟ عیسی به ایشان گفت جد و جهد کنید تا از در تنگ داخل شوید، زیرا که به شما میگویم بسیاری طلب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست. بعد از آن که صاحب خانه برخیزد و در را ببندد و شما بیرون ایستاده در را کوبیدن آغاز کنید و گویید خداوندا خداوندا برای ما باز کن. آنگاه وی در جواب خواهد گفت شما را نمیشناسم که از کجا هستید. در آن وقت خواهید گفت که در حضور تو خوردیم و آشامیدیم و در کوچه های ما تعلیم دادی. باز خواهد گفت به شما میگویم که شما را نمیشناسم که از کجا هستید. ای همه بدکاران از من دور شوید. در آنجا گریه و فشار دندان خواهد بود، چون ابراهیم و اسحاق و یعقوب و جمیع انبیا را در ملکوت خدا بینید و خود را بیرون افکنده یابید. به شما میگویم از مشرق و مغرب، از شمال و جنوب آمده در ملکوت خدا خواهند نشست و اینک آخرین هستند که اولین خواهند بود و اولین که آخرین خواهند بود. این آیات یکی از مهمترین اخطارهایی است که عیسی مسیح به افرادی که هم مذهبی هستند و هم دنیوی میدهد. بهتر است بگویم اخطاری است برای همه کسانی که ایمان دارند، مذهبی اند ولی ایمان سطحی دارند، که خیال نکنید به راحتی وارد ملکوت الهی خواهید شد. به عبارت دیگر اگر ایمان فقط سطحی داشته باشید و کاری نکنید، ممکن است هرگز ملکوت خدا را هم نبینید. در آیه 23 وقتی که عیسی مسیح داشت مردم رو تعلیم میداد، یک نفر میاد از عیسی سوال میکنه که ای خداوند چند نفر وارد ملکوت خدا میشن؟ یعنی چه عده‌ای به ملکوت خدا راه پیدا میکنن؟ به احتمال زیاد دلیل این که این مرد این سوال میکنه اینه که چون یهودیان گمان میکردن که نجات یافتگان بسیار بسیار کمتر از هالکان هستند، درست مثل قطره‌ای در مقابل اقیانوس. عیسی مسیح جواب سریعی به اون نمیده، بلکه در عوض توجهش را به یک نکته بسیار حساس و مهمی میکنه. زیرا از این آیه متوجه میشیم که این مرد خیال میکرد که خودش جزو نجات یافتگانه. چرا؟ چون یهودیه، از فرزندان ابراهیمه و اگر از نسل ابراهیم که دوست خدا بود، عزیز خدا بود، مسلماً لطف خدا شامل حال شما هم میشه و شما هم به بهشت میری، اگر نه به خاطر خودت لااقل به خاطر ابراهیم. اما عیسی مسیح با بیان این جملات او رو بیدار میکنه، هوشیار میکنه که یهودی بودن و یا در خانواده دیندار تولد شدن و یا در خانواده پیغمبر تولد شدن تو رو خود به خود نجات نمیده. به عبارت دیگر میگوید فرد ما انسان ها، من و شما وظیفه داریم خودمون که کوشش کنیم تا نجات پیدا کنیم، کوشش کنیم تا نجات رو به دست بیاوریم و بعد هم باید تقلا کنیم که دیگران را در نجات الهی شریک سازیم. بیفایده است که من و شما بدانیم چند نفر نجات پیدا میکنن یا چند نفر به جهنم میره. دوستان جواب این سوال به ما نجات نمیده و یا مهم نیست بدانیم که مثلا در چه روزی و چه ساعتی عیسی مسیح ظهور میکنه یا نمیکنه. مهم اینه که بدانیم که مسیح میاد. حالا چه روزی اون با خداست. دانستن ساعت روزش ما رو نجات نمیده. البته دانستن این چیزا ضرر نداره، شاید هم خوبه، ولی نباید ما از اصل و مقصود و هدف و مسئولیت خودمون دور بشیم و فکر کنیم که چیزهای دیگه باعث انجام بدیم و یا فکرامونو به چیزهای دیگه مشغول کنیم که سبب نجات نمیشه.
بعضی از اسرار خدا برای ما آشکار نشده. خدا همه اسرار خودش رو بر ما آشکار نکرده. چرا؟ چون اراده او نیست. اما یک چیز رو آشکارا اعلام کرده و در این راه بشر را یاری داده. کمکمون کرد که اون حسابی بفهمیم. و اون اینه که ما باید توبه کنیم. ما گناهکاریم، باید توبه کنیم و به حضور او بیایم و فقط در این صورتی که میتونیم در ملکوت سماوی شریک بشیم. و اینکه خدا میخواد، دقت کنید، خدا میخواد که ما نجات پیدا کنیم. این اراده خداست و خدا اینو بر ما آشکار کرده. پس ما باید مطیع آن باشیم. در آیه 24 عیسی مسیح اعلام می‌داد که خدا همه افراد بشر را به یافتن نجات دعوت میکنه. دقت کنید، خدا همه افراد بشر را به نجات یافتن دعوت میکنه، اما دقت کنید دخول در آن آسان نیست. خدا همه را به سوی خودش دعوت کرده و نجات را هم برای همه بنی نوع بشر عطا کرده. فرق نمیکنه چه رنگ و چه نژاد و چه زبان و چه ملیتی هستید. خدا نجات را برای همه بنی نوع بشر عطا کرده، برای شما و برای من. منتها سوال مهم اینه که آیا همه انسانان را میپذیرن یا نه؟ و کتاب مقدس میگه که متاسفانه اکثر انسانها آن را نمیپذیرند. و آنانی که میپذیرند باید بدانند که در نجات الهی باقی ماندن همیشه همراه با زحمت و مشکلات و جفا خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میخواید در نجات الهی باقی بمانی، دوست من، بایستی خودتو برای زحمت و جفا و مشکلات و بدبختی و حتی شهید شدن آماده کنی. ورود به ملکوت آسمانی آسان نیست، زیرا این در رحمت خدا برای اشخاصی که نمیخواهند گناهانشون رو ترک کنند بسیار تنگه، مشکله. و فقط آنانی که خود را فروتن و همانند اطفال کوچک گردانیدند و توبه کردند و دست از گناهان خودشون کشیدند، این چنین کسانی هستند میتوانند وارد ملکوت خدا بشن. برای همین است که عیسی مسیح میفرماید جد و جهد کنید. این کلمه برای مجاهدت و کوشش ورزشکاران و پهلوانان نیز به کار رفته و مقصود اینه که شخص باید با تمام توانایی خودش، با تمام نیرو و قدرت و اشتیاقش، هدفش باید این باشه که در راه نجات کوشش کند، همانند دونده‌ای که تمام قدرت خود را برای پیروز شدن در میدان مسابقات به کار میبرد. عیسی مسیح میفرماید نظر به اینکه ورود به ملکوت الهی مشکل است، بسیاری از مشتاقان توانایی ورود به ملکوت خدا را ندارند. مقصود عیسی مسیح این که تا دل شخص از اشتیاق کسب نجات مملو نباشد، تا شخص حاضر به ترک دنیا و لذات آن و ترک نفس خودش نباشه، هرگز نمیتواند وارد ملکوت خدا بشه. و در حقیقت به طور غیر مستقیم عیسی مسیح جواب سوالی رو که در آیه 23 این مرد از او کرد جواب میده که عده نجات یافتگان بسیار قلیل خواهد. سوال مهم اینه که دوست من، آیا شما اطمینان داری که نجات یافتید؟ آیا جزو نجات یافتگان هستید و یا فقط خیال میکنید نجات یافتید؟ خیلی از هموطنانمون وقتی این سوال رو ازشون کنیم میگن انشاءالله، توکل به خدا، خدا رحیمه، خدا بخشنده است، توکل به رحمت او میکنیم که بله انشاءالله نجات یافتیم. ای عزیزان، آیا هیچ میدونید خداوند این اطمینان را امروز در زندگیمون میتونه به ما بده که بله نجات یافتیم؟ نه فقط انشاءالله، امروز روز نجاته. جای تاسفه که ما خیال میکنیم وقتی شخص میمیره خدا همه رو به سوی خودش برمیگردونه، خدا رحیم مهربونه، هر چقدر آدم گناهکار بود میبخشه. اینطور نیست. و یا اینکه فاتحه براش بگیریم و یا بگیم خدا بیامرزش، خدا بیامرزش، برها خدا دعای هزاران نفر رو قبول میکنه و اون شخصی که مرده رو میامرزد. اینطور نیست دوست من. شخص تا زنده است بایستی دنبال نجات باشد. وقتی که مرد دیگه فایده ندارد. امروز روز نجات است و امروز میتوانیم این اطمینان رو پیدا کنیم که خداوند گناهان ما رو بخشیده است. از آیه 25 عیسی مسیح مثل دیگری را بیان می‌کند تا اهمیت حضور به موقع را در شادی نجات نشان بدهد. میگوید مهمانداری عده‌ای را دعوت می‌کنه تا در ضیافتی شرکت جویند و وقتی که فرصت انتظار به پایان میرسه برخواسته در را میبنده. پس از اینکه در بسته میشه مهمانانی میآیند، مهمانانی که بعد از موقع تعیین شده رسیدن. آنها میان در میزنن ولی در به روشون باز نمیشه. مقصود از صاحبخونه همون عیسی مسیح است که به معنی داور عادل هم می باشه و معنی در را بست اشاره به اتمام رسیدن زمان توبه و فرصت بازگشت انسان به سوی خداست. همچنین به معنی ظهور ثانوی مسیح و پایان صبر خدا می باشد. یعنی روزی که صبر خدا و مهلت نجات بشر پایان می گیره. بله دوستان، فرصت الهی برای همیشه نخواهد،
برای همین است که عیسی مسیح می‌فرماید امروز که فرصت است قبل از اینکه وقت را از دست بدهید داخل ملکوت خدا شوید. می‌فرماید در آن روز خواهم گفت که شما را نمی‌شناسم. عیسی می‌دانست که بسیاری از آنانی که سخنان او را می‌شنیدند به علت دیر رسیدن از دخول به ملکوت الهی محروم خواهند شد. به علت اینکه هی تصمیم و فردا و پس فردا می‌اندازند، امروز تصمیم نمی‌گیرند. آن موقع دیر خواهد بود. چرا؟ چون به کلام خدا توجه نمی‌کنند و حرفای او را پشت گوش می‌اندازند. از آیه 27 می‌توانیم نتیجه بگیریم که بدون شک اشخاص بسیاری که به کلیسا رفته و حتی در اشیاء روانی شرکت جسته در روز داوری همین جواب هولناک را از عیسی مسیح خواهند شنید. زیرا مکتوب است که هیچ فرزند شیطان هر چقدر هم با فرزندان خدا معاشرت داشته باشه باز اجازه دخول به ملکوت آسمانی را نخواهد داشت. در عوض در منتهای درجه خشم آسمانی افتاده و تا ابد در تاریکی مطلق و با شیطان و شرارت در آتش جاودان خواهد سوخت. و دوستان، هیچ پیامبری و یا نبی یا برگزیدی از طرف خدا همانند عیسی مسیح کلمات هولناکتر و سخت‌تر و حقیقی‌تر راجع به عذاب آینده یا جهنم نگفته است. چرا؟ چون هیچ کس در واقع جز عیسی مسیح نمی‌داند که رد کردن محبت خدا و بیرون بودن از ملکوت الهی چقدر برای بشر خطرناک است. یهودیان خیال می‌کردند که چون فرزندان ابراهیم هستند، چون از نسل پیامبران هستند و یا به قول خودمون چون سید میباشند، چون از آل ابراهیم هستند، پس حتما به بهشت میرن. بهشت رفتنشون تضمین شده. چرا؟ چون ابراهیم و اسحاق و موسی و داوود و سلیمان همه در آنجا هستند و مسلماً به هر حال آنان بیاد نوه‌های خودشون هستند و برای فرزنداشون شفاعت میکنن. ولی مسیح میگه اینطور نخواهد بود. خودتون رو فریب ندید. زیرا هر کسی باید شخصاً در روز داوری به خدا جواب بده. در آیه 29 عیسی مسیح به یهودیان که هرگز خیال نمی‌کردند از امت‌های دیگر وارد ملکوت الهی بشن میگوید چه بسا بسیاری از مردم عالم وارد بهشت میشن، اما بسیاری از شما یهودیان که حق ورود رو دارید به بهشت وارد نخواهید شد. و آنانی که در ابتدا افتخار ورود به ملکوت خدا داشتن اکنون جزو محروم شدگان خواهند بود. معنی آیه 30 همینه که یهودیان اول حق تقدم داشتن، ولی آنها آخرین افراد خواهند بود که وارد ملکوت خدا میشن و چه بسا بسیاری از آنها نمیتونن به ملکوت خدا بیان. بنابراین دوستان عزیز، من و شما نیز بایستی یاد بگیریم به خیال اینکه پدر و مادرمان مؤمن هستن یا دیندار هستن نبایستی دلمون خوش کنیم که بله ما هم مورد لطف خدا هستیم. گویان پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. این شما هستی که باید شخصاً قلب و زندگی تو تسلیم مسیح زنده کنید. باید از گناهان دست بکشید و از او بخواهید که شما را از نو بنا کند. باید به او ایمان بیاورید و تسلیم او باشید. از آیه 31 الی 33 اینطور می‌خوانیم: در حالی که عیسی مسیح قوم را تعلیم می‌داد، چند نفر از فریسیان آمده گفتند دور شو و از اینجا برو، زیرا که هرودیوس می‌خواد تو را به قتل برساند. عیسی ایشان را گفت بروید و به آن روباه بگویید اینک امروز و فردا دیوها را بیرون می‌کنم و مریضان را صحت می‌بخشم و در روز سیوم کامل خواهم شد. لیکن میباید امروز و فردا و پس فردا راه بروم، زیرا که محال است نبی بیرون از شهر اورشلیم کشته شود. هرودیوس حاکم جلیل و نواحی شرقی اردن بود. فریسیان یا ملایان نیز سعی می‌کردند که عیسی را وادار نمایند که از این ناحیه، یعنی ناحیه حکمرانی هرودیوس خارج بشن و میگفتند که هرودیوس میخواد تو را بکشه. احتمال میرود که این فقط یک تله بوده تا مسیح را از آن منطقه دور کنند، زیرا هرودیوس وقتی یحیای پیغمبر را به قتل رساند بسیار آزرده و پشیمان شده بود. به احتمال زیاد ملایان دینی بودند که میخواستند عیسی را به یهودیه بفرستند تا در آنجا او را به قتل برسانند. البته لازم است بدانید که هرودیوس آدمی فاسد و بیقانون و بسیار شریر بود و برای همین بود که مسیح او را روباه می‌خواند. مسیح میگوید وقتی که من کارم را به اتمام برسانم آن وقت از این منطقه خواهم رفت. و در حقیقت میتوان گفت که عیسی مسیح درباره مرگ خودش هم سخن میگوید که وقتی کار من به واسطه مرگ بر روی صلیب کامل شه من از این جهان میروم. نه فریسیان نه هرودیوس هیچ کدومشون قادر نبودند مسیح را بترسانند و مانع انجام کار او باشند. او به آرامی مأموریت خود را انجام میداد. او آمده بود تا در شهر اورشلیم شهید شود، زیرا اورشلیم اگرچه شهر مقدس محسوب میشد، شهری بود که خون مردان خدا و انبیا در آن ریخته شده است و این واقعیتی است که ما میبینیم. سپس عیسی مسیح به یاد شهر اورشلیم میافتد و دعا میکند و یا پیشگویی نیز مینماید. میگوید
ای اورشلیم که قاتل انبیا و سنگسار کننده مرسلین خود هستی. بارها خواستم اطفال تو را جمع کنم، چنان که مرغ جوجه های خیش را زیر بال خود میگیرد، اما نخواستید. اینک خانه شما برای شما خراب گذاشته می شود و به شما می گویم که مرا دیگر نخواهید دید تا وقتی که آید که گویید مبارک است او که به نام خداوند می آید. اورشلیم قاتل انبیا بود، شهری که بیش از هر شهر و ملت دیگر در عالم فرصت دانستن اراده حق را داشته و کلام خدا در آن پخش شده بود. بیش از هر کس دیگر هم نسبت به خدا سرپیچی و مخالفت کرده بود. مسیح بارها به اورشلیم رفت و با انجام دادن معجزات و تعلیم دادن مردم از آنها دعوت کرد که توبه کنند، اما حاضر نشدند که ایمان بیاورند. برعکس نسبت به او تنفر داشتند و قصد قتل او را نمودند و سرانجام او را کشتند. مسیح میگوید شهر شما هم خراب خواهد شد و مرا که مظهر خدا هستم دیگر نخواهید دید تا در روز داوری، که آن وقت همه چشمان بشر او را خواهند دید که به عنوان مسیح و پادشاه پادشاهان خواهد آمد و همه او را پرستش خواهند کرد. و خوشا به حال کسانی که امروز به او تعلق دارند. دوستان عزیز، چرا ما بایستی وایسیم تا روز داوری شرمنده باشیم؟ امروز روزی که ما می توانیم دل به عیسی مسیح بدهیم و از او پیروی کنیم. امروز می توانیم زندگی خود را تسلیم او کنیم و امروز می توانیم با او باشیم. آیا شایسته نیست که امروز با منجی زنده، با کلمه حق زندگی کنیم؟ او ما را از فیض خودش پر می کند. به او پناه بیارید، زندگی خود را به او بسپارید و از او بخواهید امروز را روز مقدس و مخصوصی برای شما بگرداند. دعا کنید، او جواب دعای شما را خواهد داد. او منتظر دعای شما می باشد. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.